الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. امروز هم که باشد بحر شما در اطراف یک احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر می دهم. شاید که به برکت این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلهایی که از گناه و از معصیت زنگ زدگی است، الله مهربان قلبای من و شما را تازه کند و اندیشه و تفکر در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشید. ابو سعید خدری رضی الله عنه می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت همین دنیا بدرستی که شیرین است و سبز است، یعنی همین دنیا در نظر بنده الله اونقدر شیرین است و اونقدر سبز و فارم است. پس بدرستی که الله تعالی شما را در روی زمین خلیفه خود گردانیده است. الله نظر می کند که شما در این روی زمین چگونه عمل می کنید. بعدا رسول الله در آخر من شما را ده توصیه می کند: فاتقوا الدنیا، از دنیا پرهیز کنید، پرهیز داشته باشید، و از زنها هم واتقوا النساء، یعنی از زنها هم پرهیز داشته باشید. اولا خواستم در اطراف همین حدیث به علم ناکافی خود با شما صحبت داشته باشیم. نگاه کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الله متعال این دنیا را حلوة خضیرة گفته، یعنی این دنیا شیرین است و سبز و فارم است، بنده را با خودش جلب میکند. و الله متعال باز من شما را در این روی زمین خلیفه خود قرار داده است. در این دنیایی که شیرین است، سبز و فارم است، روز به روز، لحظه به لحظه چقدر نگاه کنید دنیا در دیگرگونی و فراخی و سبز و فارم ها را میبینید، بنده در تعجب میغلطه. همون را الله پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما شما حکایت میکند. بعدا رسول الله میگوید که الله شما را در این بالای زمین خلیفه خود گردانیده است. پس الله نظر میکند که شما چه عمل میکنید. ما باید کوشش کنیم چگونه انسان هایی که در مکتب 11 سال میخونند، تحصیل میکنند، بعدا امتحان میسپارند در معلم های خود، ما هم در این دنیا مثل اونها هستیم. یک روز این دنیا را پدرود میگیم و در نزد الله خود یک و یک جواب میگیم. در آخر حدیث پیامبر من و شما را نصیحت میکند از دنیا پرهیز داشته باشید. از دنیا پرهیز داشتن این نیست عزیزان دل که شما شبان روزه نماز خوانید و از روی جای نماز نخیزید و کار و فعالیت بندگی را پیش نبرید، نه، بلکه هم کار دنیاش انسان پیش میبرد و هم آخرتش آباد میکند. همچنان که شاعر هم میگوید من نگویم در گذر از کاخ و کون، دولت توست این جهانی رنگ بود. ذره ذره از خاکش بگیر، خاک چون شاهین ز افلاکش بگیر. ای که میگویی دولتی ماست، مردی نادان این همه ملک خداست. عرض حق را عرض خوددانی بگو، چیست معنی آیتی لا تفسد. محمد اقبال لاهوری رحمه الله در این شعرشم به ما و شما توصیه میکنم. یعنی من نمیگم که
همیشه در روی جای نماز نشسته کار و فعالیت دنیا نکنه، بلکه کار و فعالیت دنیا کنه لیکن این دنیا را ذره ذره بگیره، یعنی در چارچوبه اسلام رفتار کنه. بعضی انسان ها را نظر میکنی دنیا گفتن میدوند عبادت الله را فراموش کردن. این گونه باید نباشه. و دیم نصیحت پیغمبر گفت که از زنها پرهیز داشته باشید. زن در اسلام جایگاه بزرگی دارد، لیکن به چه خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم از زنها گفت پرهیز داشته باشید؟ به این خاطر که زن عاطفه‌اش زیاده، محبتش زیاده، بعضی وقت همون عاطفه‌اش به بالای عقلش هجوم میکنه. بسیار زنی است که عقلش به پرگی کار فرموده نمیتونه. امروز جامعه را نظر کنید، دشمنای اسلام بسیار راه‌های برای رخنه کردن اسلام، برای اسلام بدنام کردن اسلوبی را کار می‌فرمایند که این اکثر وقت زنها هستند. یعنی به طریق زنها بسیار وقت ضربه به اسلام میزنند دشمنای اسلام. به همین خاطر روز به روز، لحظه به لحظه در جامعه زنها از چارچوبه اسلام بسیار دور میشن. مردا باید از الله بترسن و خودشون در چارچوبه اسلام نگه بدارن. این بود مختصر در اطراف حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده است در امام مسلم رحمه الله. الله متعال همه من و شما را تا صحبت های دیگر نگه بدارد.